تو این ویدیو قراره یه تکنیک خفن رو با هم دیگه یاد بگیریم و اون هم تکنیک زنجیره کردن عادت هاست. زنجیره کردن عادت ها یعنی اینکه ما دو تا عادت رو با هم دیگه یکی کنیم و کاری کنیم که اون عادت انجام بگیره. همین. خیلی از ماها در تلاش این هستیم که یک مهارت رو تو وارد زندگیمون کنیم، یک عادت رو وارد زندگیمون کنیم و کل زمان هم میذاریم و در آخر میبینیم که اصلا اون زمانی که ما گذاشتیم جواب نداد. حالا باید چی کار کنیم؟ این تکنیک زنجیره‌ای هست که به کار ما میاد. کاری میکنیم که این دوتا با هم دیگه یکی بشن و مغز ما کاری کنه که بتونیم اون عادت‌ها رو توی زندگیمون پیاده کنیم. بذار با یه مثال براتون ملموسش کنم. وقتی مغز خودتون میقبولونید که موقعی که دارید قهوه میخورید کتاب بخونید، شما حتی اگر یک موقع هیچ عادتی به کتاب خوندن نداشته باشید و دوست داشتید اون لحظه کتاب بخونید، وقتی قهوه می نوشید یک پیام عصبی به مغز شما ارسال میشه که میگه آقا دارید قهوه می نوشید پس باید کتابم بخونیم. اما این زنجیره کردن عادت چجوری اتفاق میفته؟ فقط و فقط با تکرار. همینقدر ساده. شما با تکرار میتونید یه عادت رو وارد زندگیتون کنید. لطفاً اینجوری نباشه که وقتی میخوای یه عادت رو وارد زندگیتون به این عادت رو آوردم یه زمانی براش میذارم، خب دیگه بعد 21 روز جواب میگیرم. اینا اصلاً جوابگو نیست. ولی وقتی زنجیره میشه این عادت ها به هم دیگه خیلی ساده تر انجام میگیره. اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد حتما چنل رو ساب داشته باش و لایک این ویدیو هم یادت نره.